سلام، چطورین؟ امیدوارم عالی باشین. اومدم که جشن 200 رو بگیریم. بعد از یک سال که 200 شدیم، الان 204 نفریم ما، ولی یه سال 200 شدیم. انقدر اینترنت قطع شده، هی زدن، هی کشتن، دوباره اینترنت قطع شده، انقدر سوگ پشت سوگ اومده، اصلا اتفاقات عجیب و غریب تو این یک سال که نشد جشن بگیریم. پیجم هیچ رشدی نکرد، یعنی کامل به خاک رفت. اون آخرین روز قبل از جنگ 12 روزه من پستی گذاشته بودم 12 13 کاویو خورد. پست قبلیش 6 7 کاویو خورده بود. تو پست خودم نمیگم، گفتم دیگه رفتم برای میلیونی شدن که به فاک رفت پیجم. به خاطر جنگ و اتفاقات مختلف 1000 نفر فرزندان ایران کشته شدن. خیلی از ما دیگه کنار ما نیستن، ولی حالا اینا مهم نیست. ما می‌خوایم جشن بگیریم. یه پست بعداً در این باره میذارم. این 200 کا شدیم. میگم 200 کا شدیم. 200 تا شدیم. خب 200 نفر، 200 نفری که منو نمیشناسن، نه دیدن، نه وای خدایا، اصلا خیلی جذابه. 200 نفری که هیچ اطلاعاتی از من ندارن، منو دوست دارن، فالو کردن، با اینکه رفیقم جزشون نیست. عزیزترین رفیق من که احتمالاً در آینده پستی که با هم دیگه گرفته بودیم میذارم براتون. حساب نداره منو. حساب نداره منو. ولی شما داری. دمت گرم. دمت گرم، ناموسا تا ته دمت گرم، چون خیلی چرت و پرت میزنم. من که تحملم میکنی خودش عشق. تازه چه بهتر که یه سریتون دوستم داری. خیلی خفن بودن اصلا. مخم داره میترکه. یکی همش میاد زیر پستام مینویسه عاشقتم، دوست دارم، خیلی خفنی. اونو خیلی دوست دارم. اون یکی از کسایی که بهش اینو میدم. 5% از سه درآمد اولم اینجا نوشتم، ولی تا آخر 5% از درآمدهام برای شماست. برای کسایی که این لوح میگیرنه. فقط کاری که بکنید که پیام بذاری زیر این پست، ساب داشته باشی و زیر یه پست قبل از این پست هم پیام گذاشته باشه. یا الان تا 30 روز آینده، تا 30 روز آینده من این لوحا رو نمی‌نویسم. 30 روز دیگه شروع می‌کنم نوشتن این الواح لوحا که برسونه دستتون. فقط یه جمله آخر بگم، در حد یه دقیقه دیگه صحبت کنم که 2 دقیقه شد. ببین، تو این چند وقت اخیر غم‌ها پشت سرم اومدن و میدونم اصلا هیچ کس حوصله شادی کردن و اینا نداره، ولی لطفاً بیاین یه امروز با هم دیگه شادی کنیم. ببین، من جشنی که من میخوام دوست داشتم بگیرم خیلی بیشتر از این بود که 10 تا لوح بدم. اون موقع گفتم وای میستم 1000 تا بشیم، بعد درآمدامو جمع میکنم براتون 10 تا جایزه کوچیک میگیرم کنار لوحا میذارم. ولی الان فقط شرکت قهوه رو دارم، یه قهوه کوچیکی براتون میذارم کنارش، بهتون میفرستم حالا هر جای ایران که باشید. ولی دوستتون دارم، عاشقتونم، عالی هستید، دمتون گرم. شما ببین، به اندازه پسردایی دوستتون دارم. پسردایی من اون شخصی توی خانواده است که اون بچه فامیلیه که واقعا دوستش دارم. اون کسیه که دوست دارم هر بار که میبینمش بغلش میکنم، بوسش میکنم و بهش میگم داداشی. یعنی از روزی که به دنیا اومده اون به من میگه داداشی، منم بهش میگم داداشی. عشق منه. در اون حد دوستتون دارم. عاشقتونم. خدا نگهدار.